وزارت دربیا امریکا پسنا هزین کردین روشاوای کردستان دیکت و رادگهینید. اوان هزین کردی قربانی زور داینه و چکدارین تیورستان داعش جباکور سوریا دور اخستینه. مارک تونر هاریکار پیفدار وزارت دربیا امریکا ده کنگره که روشنامه وانیدا سبارت پرسیاره که کردان روله که مزن هبویا دشاری لدیجی تیورستان داعش دا بلی نونرین وانا ده اپوزیسیون سوریا دا زور که معراگهاند. کردان برانبر تیورستان داعش کارن مزن انجام داینه. مارک تونر دبیجتن کرجی بشکن جوان گروپن وکو عرب و ترک و گروپن دی کوشری داعش دکن و اوان زور بباشی شر داعش لباکور سوریا انجام داینه و قربانین مزن جی داینه و زور بباشی در کفتینه و فشارن مزن اخنسر داعش و جهن خود دور کرینه و حتی نوکل سروی کاری ده بر دوامن. هر وسان تونری راگهاند که او پشتوانی اپوزیسیون دیکن دا که جه کردان نزیک ببن و دانو ساندنا دیگلوان انجام بدن دا که پروسه لدوری بباشی بره و بچتو لدمینو کدا. اپوزیسیون و کوچترکا کوموکرا همی هزین شرین اپوزیسیونی بخواه کوم کرینه لدیجی رژیم اسدی بله لدو کنگرین جنیو و نهیلان شر نافخوی سوریا کرد نهاتینه داخواست کرن و هاتینه پشگو هاوتن هجی گوتنه کل هفته بودی برید ماک گور کنارتی تایبت سرک اوباما بو شری دجی تیورستان داعش سردانا روش آوای کردستانی کریا و پشت راستی دای هزین کردی کو دل پشتوانی آوان بردوام بن واسا دیاره کو هزین کردی هفیمان سرکین امریکانه وان هزین کردی او چند آشکارا کرد کو هاتنا هزین ترکیه بو سوریا جبر چکدارین داعش نبوینه بلکو هزین کردینه و جلای خوبه وزارت براوانی امریکا پنتاگون داخواج ترکیه و هزین کردی کرینه کو خوش شرین هفدو دور بخنو جبر کنو که هزین ترکیه را گهاند بو کبتنه بو پاراستنا سنورین خوش تیورستان داعش پیشروی انجام داینه بله سنور زیده بزندینه و زیده تر پیش و چون انجام داینه.